نوارای ما رو ببینین و نوارای او رو میبینین. اینو уджасадидаги اینو кашай бесмерт дидаги гилмиё яку ё кинои чира аҷускам منتظر باشد در قبرش یک موره یک چشم داره میگه دنداناش اینقدر کلانه نام مار زبزبه اینقدر ماری گنده که گوش کن این جنت این دوزخ اینا مطلب کنکریت نمیگم جد کی جوه امر معروف شرط نیست آیت بیاری حدیث بیاری فقط تحقیر کردن، فقط مشرک گفتن، صوفی گفتن، فقط استهزاء و محصره کردن. نکه که کی گفته سای نگاه که چی گفته سای ای خودش کی بود ای خودش یا وقت خیلی بود ای تری بود چی خیلی بدیم نه بدیم نه رو بدیم اخی رنگی تو موده زنکی غیبت چی نیست اخی غیبت کنیم یگان نوار شونده درباره آداب، تعلیم، برای فضیلت علم، برای خدمت پدر مادر کردن، احسان به مردم و یتیم و مسکین ندارن. بعد الله گفت که بعد ای بزرگی خودش نامی پدر و مادر گفت ای مردم من در بالا خدایم در خانه تون پدر و مادر ای خدا گفت ای مردم من در بالا خدایم در خانه تون پدر و مادر ای خدا. چند بار من نوار کردم، یک ماه پیش یک نواری طرز خواندن نماز ابو حنیفه رحمت الله برایش نماز مذهب ابو حنیفه را من نشان دادم. از اون یک گپ میگم او سلفی نیستن او وهابی ان او چون اهل حدیث میگیرن غیر مقلد میگیرن سلفی میگیرن اولا بگم که ما گفته بودم خلفی ان و سلفی نیستن او وهابی ان اونا چون اهل حدیث میگن از حدیث خبر ندارن. بعضی کسا هستند که یک تعداد زیاد مسلمان ها را به کفر میکشن. مثلا امروز بعضی کسا در افغانستان به این عقیده هستن و این عقیده را برشان انگلیس ها دادن. عقیده چی هست؟ که اگر یک کسی مثلا یک سنت پیغمبر کرد که در مذهب ما نیست. ببینید 4 مذهب حق است. علمای اهل سنت میگن هر 4 مذهب اهل سنت حق است. حنفی میگه حق است، شافعی حق است، مالکی حق است، حنبلی حق است. در زبان میگه لکن عقیده به گپ خود نداره. همین علما که میگه با گفته به می عقیده نداره. مثلا حنفی آمین بالجهر نمیگه، شافعی میگه، حنبلی میگه، مالکی میگه. پس تو چطور میگی این مذاهب حق است وقتی که در پالوت یک حنبلی ایستاد شد گیریم این نفر حنبلی و گفت آمین؟ اینه میگه نه، اینه باز نمیگه که حنبلی اهل سنت است، میگه ای وهابی است. خب ای وهابی شد. آل برمت تشریک و خی وهابی کیست؟ میگه وهابی کافر است. و خودش هم دعوتگر است. من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. تو آشنایی که در لباس دعوتگر مسلمان، در لباس جوان مسلمان، موسفید مسلمان در صف مسجد که ما هستی و تو میگی که مسلمانی که آمین میگه وهابی است و وهابی چی است؟ کافر است. یعنی با گفتن آمین و اگر در حدیث پیغمبر ثابت شود که پیغمبر هم آمین بالجهر گفته، پس تو با این گفت پیغمبر هم کافر گفتی. اگر در و ثابت است باز من براتون یک درس خاط گرفتم و یه احادیث شکلش براتون نشانم. اگر گفت کسی با انگشت خود حرکت میته این کافر است، وهابی هست، پس اگر ثابت شد در صحیح مسلم حدیث برات کشیدم که پیغمبر خدا با این انگشت خود اشاره کرده و شورش هم داده و گفته که این شور دادن انگشت آنقدر سخت است برای شیطان مثل که در قلب شیطان که شمشیر زده باشی، پس معلوم میشه که تو پیغمبر هم وهابی گفتی و پیغمبر هم کافر گفتی. ابوبکر صدیق هم کافر گفتی، حضرت عمر هم کافر گفتی، صحابه کرام کلش کافر ساختی. اگر بگویی که امی رفع الیدین کار وهابی است و این کفر است و وهابی کافر است، پس اگر ثابت شد در احادیث صحیحی که پیغمبر خدا رفع الیدین کرده، اگر ثابت شد که چندین هزار تن از صحابه کرام رفع الیدین میکردن، باز چی میگی؟ پس ایناله وقتی که تو دعوتگر مسلمان هستی جواب الله را چی میدی؟